حکایت و یا داستانی از حضرت عمر به یادم آمد، این را اشاره میکنم و دعا میکنیم. کسی بیرون شد همراه زن خود سر و صدا کرد، گفت باشه برم به امیرالمؤمنین شکایت کنم به حضرت عمر. رفت دروازه خانه حضرت عمر میخواست در بزنه، دید که از داخل خانه حضرت عمر صدای بیرون شد که خانوم حضرت عمر با او سر و صدا داره و بالاخره مشاغلت ها و بالاخره شناعت های از داخل خانه شنیده میشه. ای گفت عجب، خانوم امیرالمؤمنین با امیرالمؤمنین حرفای پایین و بالا میکنه. برگشت میخواست که بره، حضرت عمر بیرون شدن صدا کردن که بیا فلانی چی کار داشتی، تمام داستان رو گفت به همین منظور آمدن. گفتن متوجه باش، باید این رنج ها را تحمل کرد. این زنی که الله سبحانه و تعالی به وسیله این نصف دین را تکمیل کرده، یعنی النکاح نصف من الایمان، نصف دین به ذریعه تکمیل شده، این قول حضرت عمره. دوم این که الله سبحانه و تعالی این را به یک نگهبان برای مال و ثروت ما عطا کرده. وقتی ما از خانه بیرون میشیم این مال و ثروت بسیار به نیکی و به زیبایی پاسبانی و پاسداری میکنه. دوم این طباخ یعنی نانپز، وقتی به خانه میاییم نان آماده، نان را آماده کرده، اولادها دست و پایشان را شسته و به همین ترتیب آورده در روایات که این گازر هست یعنی کالاشوی. وقتی ما درست و صحیح هر هفته یک مرتبه دو مرتبه لباس نو می پوشیم، هیچ اصلا به فکر لباس نیستیم، رأسا لباس نو می آیه و آماده و می پوشیم. حالا این همه خدمت ها این زن انجام میده، اگر یک روزی سر و صدا هم میکنه باید رنج ای را تحمل کنید. این قول حضرت عمر رضی